بینندگان عزیز سلام. امروز شنبه 16 میزان سال 1392 خورشیدی که برابر می شود با 8 اکتبر سال 2013 میلادی. به مجموعه از تازه‌ترین خبرهایمان از غزنی، افغانستان و جهان تا این ساعت خوش آمدید. من توریال افغان هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. انفجار ماین در ولایت غزنی جان یک فرد ملکی را گرفت. مسئولان صحی میگن که انفجار حوالی ساعت 10 پیش از 6 روز سه‌شنبه در مربوطات حوزه دوم امنیتی پلیس رخ داده است. در زمینه گزارش داریم از منصور عثمانی. باز محمد همت رئیس شفاخانه ملکی غزنی به تلویزیون غزنویان میگوید که این انفجار حوالی ساعت 10 پیش از 6 روز سه‌شنبه در جوار پارک آرامگاه حضرت حکیم صناعی زمان رخ داد که یک فرد ملکی از این ساحه میگذشت که انفجار این ماین جانش را گرفت و جسدش به شفاخانه ملکی غزنی منتقل گردیده است. امروز ساعت تقریبا 2:30 یک تن از هموطنان ما که در نتیجه انفجار رسای پارک کشور صناعی گفته می شود که چند پیش نیز یک ماین به هدف آماج قرار دادن آمر حوزه دوم امنیتی در این ساحه رخ داد، اما تلفات در پی نداشت. پس از این هیچ سلاخ و قصاب بدون داشتن کارت صحی و لباس مخصوص اجازه کار در شهر غزنی را نخواهد داشت. این مطلب را انجینیر فریدون احمدی شهردار غزنی به تلویزیون غزنویان بیان داشته است. شهردار غزنی به تلویزیون غزنویان میگوید که باید هر سلاخ و قصابی که میخواهد در این کار در شهر غزنی فعالیت نماید کارت صحی را از ریاست صحت عامه اخذ نموده و با لباس مخصوص سلاخی و قصابی مجهز باشد. وی می‌افزاید که رعایت نظافت از مکلفیت‌های این افراد است و در غیر صورت با متخلف برخورد قانونی صورت میگیرد. یونیفرم مشخصه که برای قصابی‌ها ساخته شده، برشان گفته شده ملبس با یونیفرم باشند. سلاقی ها همچنان یونیفرمشان باید مشخص باشه، برشان گفته شده رنگش و موادش که تشخیص شود کی چی کار میکنه. و همچنان کارت های صحی است. همیشان خواهش میکنیم که کارت های صحی با همکاری ریاست محترم صحت عامه و دفتر محترم ADA آماده شده کارت های صحت بیان تسلیم شوند. البته کارت های صحتشان هم بعد از معایناتشان تکمیل شد که امراض ساری نداشته باشند، کارت های صحت میگیرن، بعد از او به کار خود آغاز میکنن. ما در این موضوع جدا پیگیری خواد کردیم و ان شاء الله تعالی که تعقیب خواد کردیم. رئیس جمهور کرزی ناتو را در آوردن صلح و ثبات در افغانستان ناکام می‌داند. آقای کرزی میگوید که ناتو در افغانستان باعث زحمت و رنج فراوان شده است و همین رو وی از ناتو به دلیل ناکامی در آوردن صلح و ثبات در افغانستان سخت انتقاد می‌کند. رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با شبکه خبری BBC بخش انگلیسی می‌افزاید که به دلیل این ناکامی هیچ پیشرفت در بخش امنیت در افغانستان به میان نیامده است، در حالی که تنها 6 ماه از ریاست جمهوری رئیس جمهور کرزی باقی مانده است. وی میگوید که اولویتش اکنون آوردن صلح و امنیت به افغانستان به شمول رسیدن به توافقنامه برای شریک ساختن طالبان در قدرت است. رئیس جمهور کرزی میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری به هیچ کس به گونه جدی اجازه نخواهد داد که در انتخابات مداخله کند و یا از امکانات و صلاحیت‌های دولتی به سود نامزدان کار بگیرد. رئیس جمهور کرزی تاکید می‌ورزد که در انتخابات ریاست جمهوری از هیچ نامزد پشتیبانی نخواهد کرد و خودش و معاونانش تنها از حق رایشان به سود یک نامزد استفاده خواهند کرد. رئیس جمهور کرزی به خارجیان هشدار می‌دهد که از هر گونه مداخله در انتخابات ریاست جمهوری خودداری نمایند. انتخابات په ورځ امکان لري چې زه یوه چا ته رایه ورکړم، کلیلي صاحب بل چا ته رایه ورکړي، مارشال صاحب بل چا ته رایه ورکړي او دا حتما نورو ته رایه ورکړي او زه به هم چا ته رایه ورکوم. و یا دا امکان هم چې ټول سره کښېنو او سره وسنجو چې ټول به ورځو د افرادو په توګه پلانکی سړی یا خور په دې کاندیدانو کې زموږ په نظر ښه دی هغه ته به رایه ورکړو. صرف دا حق لرو، اما چې د دولت دستګاه د یوه یا بل کاندید په خلاف استعمال شي یا یې په نفع استعمال شي د دې به زه اطمینان درکوم چې دا به پرېږدم نه. ایالات متحده آمریکا از پیشرفت‌ها برای امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن خبر می‌دهد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید که کابل و واشنگتن برای رسیدن به یک توافقنامه برای ماندن نیروهای امنیتی آمریکا پس از سال 2014 میلادی پیشرفت کردند.
وی می افزاید که گفتگوها با هر کشور در چنین یک مورد کار دشواری است. اما رئیس جمهور کرزی روز دوشنبه گفت که تا زمان این توافقنامه امضا نخواهد شد که امریکا درباره امنیت به افغانستان تضمین ندهد. شورای وزیران از تصویب قانون انرژی هسته‌ای خودداری کرد. در نشست روز دوشنبه شورای وزیران کشور که به ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شده بود، طرح قانون انرژی هسته‌ای که از سوی وزارت عدلیه ارائه شد غیر ضروری خوانده شد و تصویب نگردید. شورای وزیران پس از بحث‌ها روی این قانون انرژی هسته‌ای را در شرایط کنونی برای کشور غیر ضروری دانست. از انرژی هسته‌ای که با استفاده از شکافتن و یا غنیسازی یورانیم تولید می شود در امور صحی، زراعت، صنعت، صنایع غذایی، تولید برق و امور نظامی به ویژه ساخت بم‌های مخرب رسمی کار گرفته می شود. یک دختر 19 ساله در ولایت جوزجان خودش را حلق‌آویز کرد. فرمانده پلیس ولایت جوزجان میگوید که این دختر 19 ساله فرزانه نام داشت و در روستای قره دریای شهر شبرغان خودش را در داخل خانه حلق‌آویز کرده است. کمیسیون حقوق بشر میگوید که این 16مین خودکشی زنان و دختران در سال روان در ولایت جوزجان است. تا اکنون علت خودکشی این دختر روشن نیست، اما مقام‌های پلیس از ادامه بررسی‌ها در این باره سخن میگویند. و اینکه اتحادیه ملی خبرنگاران خواهان تحقیق بیشتر در پرونده مربوط به فساد مالی وزیر اطلاعات فرهنگ کشور شد. با باور اتحادیه هرچند اسناد موثق در این باره وجود دارند، اما تا اکنون اقدامات در این باره صورت نگرفته است. در همین حال این اتحادیه خواهان رسیدگی به پرونده حبیب رحمان ابراهیمی خبرنگار افغان شده است که سال پیش از سوی نیروهای آمریکایی بازداشت گردیده است. و در رویدادهای تازه جهانی با همکارم منصور عثمانی باشید. شمار تلفات غرق شدن یک کشتی پناهجویان آفریقایی در ایتالیا به 232 تن افزایش یافت. با گفته مقام‌های آمریکایی با کشف جسدهای تازه از این کشتی که به روز پنجشنبه در آبهای ساحل این کشور غرق شد، شمار تلفات ممکن است از این هم افزایش یابد. در پرتاب یک بم دستی بر یک پایگاه پلیس در شهر کویته 8 تن زخم برداشتند. مقام‌های پاکستانی میگویند که این رویداد روز سه‌شنبه هنگام رخ داد که شماری از مردان مسلح موتورسایکل سوار بر یک پایگاه امنیتی یک بم دستی را پرتاب کردند. این مقام‌ها می‌افزایند که مهاجمان توانستند از محل رویداد فرار نمایند و در حال حاضر تلاش‌ها برای بازداشت آنان ادامه دارند. شمار کشته شدگان یک رشته انفجار موتورهای بمبگذاری شده در بخش‌های گوناگون عراق به 80 تن افزایش یافت. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند که این انفجارها روز دوشنبه در بخش‌های گوناگون این کشور به شمول شهر بغداد رخ داد. از اینکه بیننده سرویس خبری این ساعت با من و همکارانم بوده سپاسگزارم و شما دعوت میکنم که بیننده برنامه‌های بعدی من نیز باشید. وقتتان خوش. الله نگهدار.